اوسه روح القدس ایسانه به بیاوو هدایت کرد تا ابلیس امتحانش بکرد. ایسا دمایه که 40 شبانه روز در روزه و سر برد گسنبی. اوسه ابلیس امتحان کننده و تی او اماو گد ارکر خدایی و ای بردیا دستور به نون گرده بوان. اما عیسی ده جو گد ده کتویا مقدس نوشته بیه که انسان تنیا و نو زنده نی، بلکم و هر کلومی که ده دم خدا میاد. اوسه ابلیس اونه و شهر مقدس برد و به بالاترین جای معبد خداوند قرار ده و به او گفت ارکر خدایی خود دیچه بوهار سیه که ده کتویا مقدس نوشته بیه خدا دبارتو و فرشتیا خوش دستور میه و ونو چون و دستیاشو میرن مبادا پات و برده بزنی. عیسی و او جوده یه هم ده کتویا مقدس نوشته بیه که خداوند خدای خود امتحان نکن. ابلیس ایسانه و سر کوه خیلی بلندی برد و گرد مملکتی ها دنیانه و همه شوکت و جلالشو و اون نشوده و گفت ارد براورم و خاک بفتیه من پرستش بکی گرد ینونه و تو میم. عیسی و او گفت دیر با ای شیطو سیه که ده کتویا مقدس نوشته بیه خداوند خدای خود پرستش کو و تنیا اون عبادت کو. اوسه ابلیس اون رها کرد و فرشتیا اومانو اون خدمت میکردن.